زن جوان که متهم است با همدستی یک مرد جوان نقشه قتل شوهرش را طراحی و اجرا کرده، در حالی محاکمه شد که مدعی است دختر 12 ساله‌اش قرص برنج را داخل سوپ پدرش ریخته. اواخر دی ماه سال گذشته خبر ناپدید شدن یک استاد دانشگاه به پلیس اعلام شد. پدر این مرد 45 ساله گفت چند روزی است که پسرم ناپدید شده، خیلی نگرانش هستم چون با همسرش اختلاف داشته و هرچه از عروسم سراغ پسرم را میگیرم مدعی است که از او خبری ندارد. وقتی زن جوان برای تحقیق احضار شد، منکر اطلاع از سرنوشت شوهرش شد، اما در ادامه تحقیقات دختر جوانی که از دوستان عروس خانواده بود با مراجعه به پلیس راز هولناکی را فاش کرد و گفت دوستم شیما با شوهرش خیلی اختلاف داشت، همیشه برایم درد دل میکرد تا اینکه مدتی قبل به من گفت با پسر جوانی که مهندس است آشنا شده و با هم ارتباط نزدیکی دارند. چند باری هم با آن پسر قرار ملاقات داشت، مرا با خودش هم برد و یک بار که در کافه نشسته بودیم فهمیدم که میخواهند شوهرش را بکشند. حالا که فهمیدم شوهرش ناپدید شده تصمیم گرفتم این موضوع را خبر بدهم. با این اطلاعات بلافاصله شیما و مرد جوان بازداشت شدند. زن جوان که چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت به قتل اعتراف کرد و گفت همسرم استاد دانشگاه بود و یک دختر 12 ساله هم داریم، اما با هم اختلاف داشتیم تا اینکه با ساسان آشنا شدم. بعد از مدتی تصمیم گرفتم شوهرم را بکشم، به همین خاطر به کمک دخترم قرص برنج داخل غذای شوهرم ریختیم و وقتی که حالش بد شد ساسان به خانه ما آمد و با اسلحه شوهرم او را کشت. بعد هم به کمک یکدیگر جسد را به جاده ساوه بردیم و آتش زدیم. با اعترافات این زن همدستش بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به شعبه 4 کیفری 1 استان تهران رفت. در ابتدای جلسه دختر مقتول برای قاتل پدرش درخواست قصاص کرد. سپس ساسان پای میز محاکمه ایستاد و ضمن اعتراف به قتل گفت من مهندس آیتی هستم و از شهرستان برای کار به تهران آمدم. وقتی با شیما آشنا شدم و کم کم به او علاقه‌مند شدم برایم درد دل میکرد و گفت که از رفتار شوهرش خسته شده است، با اینکه شوهرش مرد پولداری بود و در شمال تهران خانه و زندگی لوکسی داشتند، اما شیما میگفت از زندگیش راضی نیست. روزی که با من تماس گرفت گفت شوهرش را بیهوش کرده. من به خانه‌اش رفتم و با اسلحه شکاری خود شوهرش او را کشتم. بعد جسد را در ماشین گذاشتیم و به جاده ساوه بردیم. شیما روی جسد بنزین ریخت و من آن را آتش زدم. اما وقتی زن جوان روبروی قضات ایستاد اتهام معاونت در قتل را نپذیرفت. وی گفت قبول دارم با شوهرم اختلاف داشتم، اما حرفای ساسان موجب شد تا تصمیم قتل شوهرم را بگیرم. او خودش قرص برنج را به من داد، اما این دخترم بود در آخر که قرص را در سوپ پدرش ریخت. وقتی شوهرم بیحال شد ساسان به خانه آمد
او بالشی روی سر شوهرم گذاشت و به او شلیک کرد. بعد هم خودش به تنهایی جسد را به جاده ساوه برد و آتش زد. من با او همراه نبودم. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند. و اما به نظر شما اگر شما قاضی این پرونده بودید، با در نظر گرفتن خدا و وجدان و مستندهای پرونده، مجازات و شامل کدام یکی از این متهمین می‌دانستید؟ ساسان یا شیما؟ در آخر از شما عزیزان ممنونم که ما را تا پایان همراهی کردیم و خواهشمندیم که ما رو با لایک و سابسکرایب از لطف خودتون بی‌نصیب نکنید. شما رو به خدا می‌سپاریم.